ایام اربعین رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. طبیعتاً تصور میکنم حالا همه این زحمات و این تلاشایی که داره صورت میگیره بسیار با ارزشه و اینکه آقای دکتر و تیمشون در وزارت هر هفته این جلسه رو میذارن و با رؤسای دانشگاه میشینن و همه معاونت ها درگیرن، این نشانه عزم و اراده است که در حقیقت در بهداشت و درمان جهت رسیدن به اون اهداف داره پیگیری میشه. اهدافی رو که در نظر میگیریم اهداف بلندی باشه و برای اینکه به اون اهداف برسیم تلاش بکنیم و خب به خودمون نمره بدیم. طبیعتاً اون وقت نمره هایی که میدیم نه به خاطر اینکه ما تلاش نکردیم صد نشدیم، بلکه به خاطر اینکه اون هدف بلندتره و ما برای رسیدن به اون هدف خب این عددها و رقمها قابل مثلا اعتنا نیست، باید بیشتر تلاش کنیم. ما الان اینجا نشستیم تصور میکنیم نمیتونیم مشکل رو حل کنیم برای اینکه خیلی پیچیده است و باید یک یک بریم. ولی اگر من نوعی، شما هر کدومتون اگر در یه شهر بودید این ایده رو و این دید رو داشتید، نمیتونستید کل شهر رو تغییر بدید؟ من معتقدم میتونستید. من معتقدم اونایی که تون شهرستان هستن میتونن، فقط باید به اصطلاح این چی میگم پتانسیل خودشون رو سعی کنن آزادش کنن. اینو اگر ما بتونیم در مجموعه عزیزانی که دارن تلاش میکنن، پزشکن، پرستارن، مامان، مدیرن، آزمایشگاهن، چه میدونم رشته های مختلفی که دارن کار میکنن، ما مشکل کشورمون رو میتونیم حل کنیم. سلامت تنها سلامت جسمی نی، سلامت اقتصادی هست، سلامت روحی روانی هست، سلامت امنیتی و سیاسی هست. نگاه ما هم برای مملکت از نگاه و دید سلامته. پذیرش این که یکی مریضی داشته باشه، یکی دردی داشته باشه و ما حاکم باشیم و به دردش نرسیم اصلا قابل قبول نی. به عنوان یه انسان، آدم انسانی باشه در یه منطقه، پزشک در حقیقت همینه دیگه، که اون قسمی هم که میخوره میگه هر دردمندی هر گرفتاری رو بدون اینکه منتی آدم روش بذاره بره مشکلش حل کنه. و ما میتونیم این کار رو بکنیم. پزشکان عزیز، پرستاران عزیز، ماماها، چه میدونم مدیران، فقط باید اون بخوان که این کار رو بکنن، بخوان راه پیدا میکنن، بخوان تیم درست میکنن، بخوان مشارکت ایجاد میکنن، بخوان تجربه های موفق جاهای دیگر رو پیدا میکنن و اعمال میکنن. وگرنه اگر منتظر باشن ما از اینجا ایده به اونا بدیم، خب ممکنه ما خیلی از این ایده ها رو نداشته باشیم که وجود داره. میتونیم به طور کامل تلاش کنیم در فرصتی که پیش اومده و ما میتونیم خدمتی بکنیم، به خدمت مردممون برسیم، به مردممون خدمت بکنیم و به خصوص در این ایامی که بیشتر نیاز هست به کسانی که از نظر علمی، از نظر اعتقادی، از نظر انگیزشی به کشورشون، به مردمشون، به جامعهشون، به انسانیت، اینا میتونن بیشتر کار کنن. میدان عمله. اینا دارن برای ما مشکل ایجاد میکنن. اینا نمیخوان ایران با قدرت و ایران قوی ببینن. ولی خب اگر ما اراده کنیم و در صحنه باشیم، هم مشکلات کشورمون رو میتونیم بکنیم، هم ارتباطات سالمی با همسایگانمون میتونیم داشته باشیم. جنگ یه پاتولوژی است، یه انحرافه. حالا از اون طرف این طرف، این درگیری چه در محله، چه در شهر، چه در کشور، چه بین کشورها، یه بیماری است که اتفاق افتاده. از شیطنت، قلدری، زیادخواهی یه عده آدما منشأ میگیره که به حد و حدود خودشون رضا نمیدن. ما هم از حد و حدود خودمون دفاع میکنیم، ولی دنبال گسترش جنگ و یا اینکه طالب این باشیم که بخوایم جنگ رو ادامه بدیم نیستیم. ولی باید تلاش بکنیم در این اوضاع احوال جامعه‌ای رو درست کنیم که در این جامعه سالم دشمن طمع نکنه که وارد این جامعه بشه و این
مجموعه اجتماعی ما رو تیکه تیکه بکنه و از بین ببره. این نگاه رو اگر ماها بتونیم در مجموعه کشور پیاده کنیم و از مردم کمک بگیریم، به مردم کمک بکنیم، قدرت پزشکان ما، قدرت پرستاران ما، قدرت مدیران بهداشتی درمانی ما استثنائیه. اینا رو شما میتونید بیارید تو میدون، کشور رو نجات بدید. اول اون نگاه درده باید در ما و در مسئولین ما، در مدیران ما باشد. وقتی این درد بود میشه درمانش رو پیدا کرد، میشه راه رو پیدا کرد. ما از هیچ کدوم از این آقایونی که تو دنیا زندگی میکنن پایینتر، کمهوشتر و بی انگیزه تر نیستیم. ما میتونیم کاری رو بکنیم که اونا بیان از ما یاد بگیرن به جای اینکه ما از اونا یاد بگیریم. طبیعتا دنیایی است که تجربیات بشر نهایتا قابل بهره برداری. معنیش این نیست که ما به خودمون فقط متکی هستیم، از اونای دیگه هم یاد نمیگیریم. هر تجربه موفقی در هر نقطه‌ای از دنیا باشه، عاشقانه به اصطلاح با انگیزه باید بریم دنبالش، اونها رو هم بگیریم، یاد بگیریم. اصلا قابل قبول نیست که ما نتونیم به مردممون خدمت کنیم. اصلا قابل قبول نیست مردم ما مشکل داشته باشن ما نتونیم مشکلشون رو حل کنیم. اصلا قابل قبول نیست ما از دیگران عقب بمونیم. یعنی هر چقدر فکر میکنم نمیتونم بپذیرم ما ممکنه از دیگران عقب بمونیم. اگر اون باور و اگر اون انگیزه و اگر اون اعتقاد وجود داره، که به نظر من وجود داره، ما حتما مشکلات کشورمون و مردممون رو حل خواهیم کرد. با هم میتونیم این کار رو بکنیم. ما که نمیخوایم خدایی نکرده برای مردم مشکلی، ما میخوایم کاری بکنیم همه مردم عزیز کشور ما درد و رنجی رو داشته باشن، با کمک همین پزشکان ما، پرستاران ما، ماماهای ما، کارشناسان ما، مدیران ما، با کیفیت مناسبتر، قیمت پایینتر، بدون اینکه هزینه زیادی برشون تحمیل بشه، مشکلشون رو حل کنیم. ما دنبال هدف دیگه ای نیستیم و انشالله با همدلی و همراهی این راه رو خواهیم رفت و بتونیم مشکلات رو حل کنیم. فقط باید باور باشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. واقعا اراده کنیم، هر چی رو اراده کنیم به دست میاریم و شما بهترین هایید که میتونید این کار رو بر ما بکنید. السلام.